نکته مهم توی انجام ترمیم ها تو اولین قدم شناسایی تکنیک قبلیه که مشتری روی موهاش پیاده کرده. اگر موهاشو تمام دکولوره کرده باشه از قبل، خب تقریبا راحت ترین ترمیم ماست، چون پایین که یک دست بلند جداسازی نداره، خط مرزش هم یک خط صاف و مشخصه که شما راحت میتونی مواد گذاری کنی. توی مرحله دوم ممکنه مشتری با موی لایت شده از قبل بیاد پیش شما. اینجا توی قسمت ساقه ها شما جداسازی داری، این کار شما رو چالشی تر میکنه، سخت تر میکنه که این جداسازی خودش تکنیک های مختلفی داره که شما اینجا یاد میگیرید، اما خط مرزش همچنان صاف و مشخصه و مواد گذاری راحته. سخت ترین حالت ترمیم ها برمیگرده به ترمیم عامه بالیاژ ها، به دلیل اینکه این تکنیک ها نیاز به پوش دارن و اون پوش باعث میشه زمانی که مو رشد میکنه محل رشد شما یه مسیر کاملا ناهموار باشه و خط صاف نباشه. کنترل کردن این قضیه مهمه و اینکه توی قسمت میانی و کمر مو 100% ما سایه روشن‌های زیادی داریم و توی قسمت ساقه مو تقریبا یک دست بلند میشه. پس شما چالشی ترین قسمت کار توی ترمیم ها ترمیم تکنیک های پوشینگه.